میدونی توی فصل تابستون چی میچسبه؟ یه نوشیدنی خنک که دلتو زنده کنه. شیک طالبی یه دونه از اون نوشیدنی‌های خیلی خوشمزه است. بریم با هم دیگه آموزششو ببینیم. سلام، فرزانه پناهی هستم. براتون یه آموزش خیلی خوب برای فصل تابستون دارم که توی این گرما حسابی میچسبه. میلکشیک طالبی. اینجا الان طالبی داریم، بستنی هستش، پودرم هستش، ژله که برای تزیین طالبیمون، لیوانش با شیر. بهتره که طالبیامون رو بذاریم یه روز قبل تو فریزر یخ بزنه. شما میتونید از یخ پودر شدم استفاده بکنید ولی طالبی رو نذارید داخل فریزر، ولی بهترین حالتش همین حالته که میوه‌مون یخ بزنه. پس من الان اول بستنی و شیر رو داخل میکسر میریزم که با همدیگه مخلوط بشن، که این چون بستنیمون یخه که بتونیم داخلش بریزیم. به اندازه یه نصف استکان ریختم. حالا بستنی و شیر که کاملا مخلوط شدهش، تیکه های طالبی یخ زده رو داخلش میریزم. اگه دیدید خوب نمیچرخه میتونید بازم از یه کمی دیگه شیر استفاده کنید. اگه طالبیتونم شیرین نبودش، 1-2 قاشق شکر حتما بریزید داخلش. یکم داخلش شکر میریزیم. دوباره میذارم میکس بشه. خب میبینم نمیچرخه، یه کوچولو دیگه من شیر میریزم داخلش، خیلی کم، زیاد نریزید که روون نشه. من لیوانو گذاشتم روی بخار کتری، یکم بخار شدش. اینا رو اضافه میکنم داخلش که داخل شیشمون لیوانمون تزیین بگیره. بعدا لبه های لیوانم عسل میمالم. البته میتونید به جای پودر ژله از شکرم استفاده کنید. برای یه نوشیدنیایی هم که ترشه میتونید از نمک استفاده کنید. اینو داخلش میریزم اینجوری، یه حالت میچرخونید. حتی میتونید عسلم داخلش بریزید وقتی بخار کردش. به همین راحتی شیک طالبی ما آماده شد. بفرمایید. اینم نیه خوشگلمون. یه چند تا ترافل خوشگلم من روش میذارم، اسمارتیزهای کوچولو. نوشیدنی شیک طالبی ما آماده شد. بسیار خوشمزه است. برای این روزهای گرم تابستون خیلی دلچسب و عالیه. اگه این نوشیدنی رو دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، سیو کنید، برای دوستاتون بفرستید، زنگوله رو فشار بدید که اولین نفر باشید که بهتون اطلاع بدیم که ویدیوی جدید گذاشتیم. خدا نگهدارتون تا ویدیوی بعدی.